سلام، امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای متاورس، اما نه اونجوری که تو فیلم‌ها دیدین. میخوایم از طریق یه مثال خیلی واقعی و ملموس این کارو بکنیم. یه قایق پدالی ساده. خب، بیایید بحث رو با همین جمله کلیدی شروع کنیم. این ایده تمام اون تصورات عجیب و غریب و علمی تخیلی که در مورد متاورس وجود داره رو به چالش میکشه. اینم از نقشه راه امروزمون. اول یه نگاه کلی میندازیم، بعد فناوری‌های اصلی رو خیلی سریع معرفی می‌کنیم، بعدش میریم سراغ مثال اصلیمون یعنی همون قایق پدالی و در آخر هم دوباره برمیگردیم به تصویر بزرگتر تا ببینیم همه اینا یعنی چی. خیلی خوب، بیایید وارد بحث بشیم. اول از همه بیاین ببینیم متاورس امروز واقعاً چیه و چی نیست. ببینید، به جای اینکه متاورس رو یه دنیای مجازی جدا برای فرار از واقعیت بدونیم، بهتره اون رو مثل یک لایه دیجیتال نامرئی در نظر بگیریم که همین الان هم دور و بر ما وجود داره و با زندگی روزمره‌مون ترکیب شده. خب، سوال اینه که چی باعث میشه این واقعیت جدید اصلا ممکن بشه؟ در واقع 3 فناوری اصلی یا بهتره بگیم 3 ستون اصلی پشت این ماجرا هستن که بیایید سری با هم مرورشون کنیم. اولین ستون هوش مصنوعیه. این همون چیزیه که به دنیاهای مجازی جون میده. باعث میشه این دنیاها مثل یه اکوسیستم زنده باشن، نه یه برنامه کامپیوتری خشک و بیروح. ستون بعدی وب 3 هست. این یکی واقعا یه تحول بزرگه، چون برای اولین بار به ما اجازه میده که روی دارایی‌های دیجیتالمون مالکیت واقعی داشته باشیم. چیزی که میخری واقعا برای خودته. و ستون سوم قابلیت همکاره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دنیاهای دیجیتال مختلف میتونن با هم حرف بزنن و دارایی‌های شما میتونن بین این دنیاها جابجا بشن. فکر کنین یه آیتم رو از یه بازی برمی‌دارین و میبرین توی یه بازی دیگه. این همون قابلیته. خیلی خوب. حالا که این 3 مفهوم اصلی رو گفتیم، بیاین ببینیم چطور این ایده‌های شاید یکم انتزاعی توی یه مثال کاملا واقعی و ملموس کنار هم قرار میگیرن. ما قراره بریم سراغ قایق پدالی 2 نفره در متاورس رنگ. این پروژه به نظرم یه مثال فوق‌العاده است که نشون میده چطور اون مفاهیم پیچیده میتونن توی یه تجربه ساده و قابل فهم پیاده سازی بشن. نکته اصلی دقیقاً همینه. این قایق فقط یه فایل 3 بعدی خوشگل نیست. نه، بلکه طوری طراحی شده که یه تجربه کامل باشه. تجربه‌ای که چندین حس شما رو همزمان درگیر میکنه. و اینجا دقیقاً جاییه که هوش مصنوعی وارد میشه و همه چیز رو جذاب میکنه. آب خیلی واقعی حرکت میکنه، امواج به قایق شما واکنش نشون میدن و حتی ماهی‌ها و موجودات دریایی هم به حضور شما عکس‌العمل نشون میدن. یعنی یه دنیای واقعاً زنده. ولی این قایق فقط برای گشت و گذار نیست. در واقع مثل یه پلتفرم برای آرامش و مدیتیشن هم عمل میکنه. یه جای دنج توی دنیای دیجیتال شلوغ. حتی در آینده قراره به ساعت هوشمند شما وصل بشه تا تجربه آرامش بخشتری براتون بسازه. خب، حالا که با خود قایق آشنا شدیم، سوال اینه که مردم واقعاً چطور ازش استفاده میکنن؟ کاربردهاش به 3 دسته اصلی تقسیم میشه. این قایق در واقع هم یه مرکز برای تعاملات اجتماعی، هم جایی برای بازی و رقابت و هم حتی یه اقتصاد کوچیک برای خودشه. بیایید هر کدوم رو جداگانه بررسی کنیم. اول از همه، چون قایق 2 نفره است، یه ابزار عالی برای ارتباط اجتماعیه. میتونید دوستتون رو دعوت کنید، با هم گپ بزنید و یه تجربه مشترک و خاطرانگیز بسازید. اینجوری روابط اجتماعی تو متاورس قوی‌تر میشه. بعد میرسیم به بخش سرگرمی. کلی فعالیت گیمیفای شده مثل مسابقه سرعت یا مأموریت‌های اکتشافی وجود داره که میتونید توشون شرکت کنید و پاداش‌هایی مثل ارز داخل بازی یا آیتم‌های خاص برنده بشید. این باعث میشه کاربرها همیشه درگیر و هیجان زده باقی بمونن. وای، اینجاست که مفهوم وب 3 یعنی مالکیت دیجیتال خودشو به بهترین شکل نشون میده. شما میتونید قایق خودتون رو بخرید، ظاهرش رو تغییر بدید و حتی به بقیه اجارش بدید و پول در بیارید. این دیگه فراتر از یه بازیه. این عملاً پایه‌های یه اقتصاد جدیده که توسط خود کاربرا اداره میشه. تمام این فعالیت‌های اقتصادی به لطف قراردادهای هوشمند روی بلاکچین کاملاً امن و شفافه. این قراردادها مثل یه وکیل دیجیتال عمل میکنن که همه چیز رو خودکار انجام میدن.
بدون اینکه به هیچ واسطه‌ای نیاز باشه. خب، بیایید دوباره یه قدم به عقب برگردیم و ببینیم چطور این نقطه‌ها به هم وصل میشن. این قایق پدالی ساده در واقع یه مدل کوچیک شده از کل متاورسه. تمام اون تحولات بزرگ اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی که متاورس قراره بیاره توی همین یه قایق کوچیک خلاصه شده. اینجا میبینیم که چطور اون 3 ستون اصلی که اول گفتیم با هم کار میکنن. هوش مصنوعی به تجربه ما عمق و زندگی میده، وب 3 بهش ارزش اقتصادی میده و قابلیت همکاری هم تضمین میکنه که همه اینها یک پارچه و واقعی به نظر برسن. این مثال ساده بهمون نشون میده که متاورس قرار نیست جایی برای فرار از واقعیت باشه، بلکه قرار لایه‌های جدید و هیجان انگیزی به واقعیت ما اضافه کنه. و این ما رو با یه سوال خیلی بزرگ تنها میذاره. اگه فقط یه قایق میتونه این همه کار انجام بده، تصور کنید وقتی کل دنیای ما همچین لایه دیجیتالی داشته باشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.